در زمان حاضره جوان ها خیلی عروس پیدا میکنن یا که شناس میشون برای زنگیری. یک جوان نوشته است که عروس خطی مصلحت کردیم که یگان خانه یاویم برای یک جای زندگی کردن. البته چند ماه زندگی میکنن و بعد نکاح میکنن و باید که نیمی پول عروس میداد است و نیمی پولی امون خانه را خودی همی جوان میگه دختر گفتم که من خانه یافتم بیا 500 تومتی 500 من 500 چند ماه میگه از دختر گرفتم. بعد یک وقت نگاه کردم دلم سوخت، گفتم بگومش که همه خانه خود مای. و زمانهای پیش خیلی عروس ها میکفتن برای بچه ها، برای جوان ها. مثال مادرها سراغ میکردن از خشتبار و از همسایه ها و یگان دختر نامش میگرفتن اگر همون دختر به همین زن مخقول نمی بود. مثال اگر سفید می بود، سفید پوست می بود، بعد می گفت که وای دختری چیه؟ ما کودک بودیم این چیزها را شنیدیم ده. می وای دختری چیه؟ در روش خون نیستی، چیزی سفید رنگش پریدگی. اگر محقول می بود می گفت که دختری سفید خوشروه با دست پنجه و هنرمند. یا اگر گندمی می شد اون دختر سبزی نه، اگر محقول نمی بود می گفت که این دختری چیه؟ چیزی سیب سیاه ایگو مشکل کلونی چی میشه این. اگر محقول می بود می گفت که دختری سبزی نه با دست پنجه بسیار خوشروه.